چطورین برا بچه یوسف گیمر هستم و خیلی خوش اومدید به این ویدیو. بچه ببخشید که این چند روز نبودم، برگشتم پرقدرت و پر انرژی و بیمارستانم بستری بودن به خاطر اون. خب بچه چند روز میشه داخل گروگ استریت یه ماشین اومده، یه دلغه که بستری میفروشه به مردم و مشتری خیلی زیاد داره. برای من زیاده، یه 3-4 تا داره. و خب بعضی از بچه های گروگ استریت گفتن که این یارو چند از بچه های ما رو با خودش برده و بعد دیگه بر نگشته. و خب من امروز اومدم که ببینم که این دلغکه آدم ها رو میدزده یا نه. خب بیا اینجا. خب بچه ما اینجا وای میسیم که ببینیم که چیز مشکوکی از این آقا میبینیم یا نه. و خب ماشینش هم که اینجاست و ماشین بستنی فروشیه. و خب آقا ما یه جایی وایسیم که ما نبینه و شب بیایم ببینیم که آیا این میره جایی خاصی یا نه. آقا شب شدش و این روی سوار ماشین شد. خب دیگه داره حرکت میکنه. بوده باید سوار ماشینم بشم دنبالش کنم. فکر کنم یه کاسه زیر نیم کاسهشه. بچه شروع کرد به حرکت کردن، نگاه کنید. خب باید دنبالش کنیم، فقط منو نبینه که دارم دنبالش میکنم. بچه خیلی عجیب داره رانندگی میکنه. اوکی دیگه دوباره حرکت کرد. نمیدونم داره کجا میره. بچه خیلی عجیب داره رانندگی میکنه. یه دلغک که دیواره خودشه. باید دنبالش کنیم ببینیم کجا میره. فقط منو نباید ببینیم. بچیدیم بر. خب دیگه من به یکی یکم برم جلوتر ازش، مثلا رفتم این بر پیچید. وای خیلی استرس دارم. این بر چیکار؟ فاضلاب چیکار میکنه بچه فکر کنم یه کاسه زیر نیم کاسشه. و بچه اگه ببینید که یکم دارم صحبت میکنم بخاطر اینکه ساعت 2 شبه و من دارم ویدیو میگیرم. اگه سر صدا کنیم خانواده خوابن و میاد شکلقتیمون میکنه. خب اوه حاجی من فکر کنم دیده بچه. نه نیده خدا رو شکر. اوه این بر پیچید. بودو داره کجا میره بچه؟ اصلا ایده ندارم. بایستاد باید این بر برم. بچه دوباره شروع کرد به حرکت کردن، منم افتادم دنبالش. اوه باید تا آخر دنبالش کنیم، فقط منو نبینه که اون وقت همه نقشه هامون خراب میشه. لعنتی همه تیر برقا رو زد شکوند. خب حالا اشکال نداره، به ما چه. بچه این احساس میکنم که قاتل این، چون بچه های گروگ استریت هم شاید این گرفته باشه، چون غیب شدن. یهویی اومده بوده پیش این که بستنی بخرن، یهو دوباره بر نگشتن و احساس میکنم که خودشه دیگه. درختم زد شکوند. چرا رانندگی داره؟ فقط منو نبینه. بذار من یکم این ور برم بچه، چون منو اگه ببینه تمام نقشه همو خراب میشه. خب دیگه فکر کنم که سرعتش رو کم میکنم، یهو سرعتش رو زیاد کنه. خب من نمیدونم. یا خدا. وایسا ببینم داره چی کار میکنه. بچه به نظر ماشینمو برم اون ور پاک کنم، چون شک میکنه. خب این ور اینجا خوبه و بریم که این چی کار داره. اوکی آقا اومدم این ور ببینم که چی کار داره میکنه. خودش کجاست بچه؟ اینجا خونه و پیرمرده نیست که داخل یه مرحله با رایدر میریم از خونش دزدی میکنیم ازه؟ چرا خودشه؟ اینجا چی کار میکنه؟ باید برم وارد خونه بشه. اوکی آقا اومدیم وارد خونه شدیم و بریم اینجا رو یک گشتی بزنیم
اینجا که چیز خاصی نیست. و اینجا چی؟ نه اینجا هم چیز خاصی نیست. پشت این دره چیه؟ بیا فوزیلی نکنیم بریم اون بر. این دره نمیدونم پشتش چیه. اینجا که اسپاند و ایناست. تلویزیون و خوراکشی و اینا رو افتاده. بیا طبقه بالا. بچه این همونی نیست که داشت ازش بستنی میخرید؟ بایست ببینم زنده است. داره جو میده. بذار ببینم. هی عمو کی تو رو اینجا برده؟ پسرم دقیق خطرناک. چی؟ یه دقیق خطرناک؟ مردش. خدا بیا مردش. لعنتی فکر کنم اینجاست. این گله چی میگه دیگه؟ به درد نمیخوره. یا خدا بچه این همون دلکه نیست. فرار کن لعنتی. چرا خودشه؟ داخل این کیسه هم پر جنازه است. لعنتی بیا پایین ببینم. کجایی؟ بیا پایین ببینم. جرأت داری لعنتی. بگیر بمیر اشغال. کشتمش. عوضی کشتم اینا رو. باید برم. یا خدا بسا نگاه کن اینا رو کشته. لعنتی. این دلغکی خیلی عوضی بوده. عوضی قاتل. کشتمش. خب اینا مرده شاره دیگه. مرده. باید سریع از این خونه برم بیرون. مرسی که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایکش کنید و کانال منو حتما سابسکرایب کنید چون از ویدیوهای خفن بعدی ما با خبر بشید. و بچه این ویدیو هم یه دونه مود بود و اگه مودش رو میخواین حتما داخل کامنت ها بهم بگین. و خب تا یه ویدیوی دیگه فعلا. این مودایی که من استفاده میکنم همش پولیه و خب اگه میخواستین بهم بگین داخل کامنت ها. و تا یه ویدیوی دیگه فعلا میبینمتون.